به عنوان اولین زن ایرانی توی طراحی لباس کاری کردم که تو دنیا اتفاق نیفتاده. بله، واقعا اولین نفر بودی. لباسی که تنمه از همین CLS الهام گرفته شده و جزئیات لباسم هم بردیم دوباره روی CLS. چه جالب. حالا بریم ببینیم چی کار کردی. اول از همه این قسمت که الهام گرفته از قشنگترین چراغیه که بنز تو عمر کاریش طراحی کرده. قشنگی چراغا رو که قبول دارم. حالا ببینیم تو چه کردی. گیفور کجاها استفاده میشد؟ وقتی میخواستیم ظرافت، زنانگی و لوکس بودن رو نشون بدیم. خب رسیدیم به اصل ترکاری و خرابکاری. از سرشونه میاد، جمع میشه، برمیگرده، آزاد تا ته میره. دقیقاً همینو آوردیم روی کاپوت ماشین. اینجا پهن میاد، برمیگرده، میاد تا اینجا. الان واقعا فکر میکنی هنر کردی؟ چه تری زدی روی CLS بدبخت؟ حالا چرمه رو میشه یه جوری کنار اومد باشه آقا سلیقه‌ایه. گیپوره چیه؟ آزاد تا ته میره. دقیقاً یعنی طراحی لباس و نشون دادن تخصص. بله قشنگ نشون دادی که متخصصی. یادتون نره اولیش من بودم. نمیگم اولیش منم که بهم افتخار کنین. اصلا یادمون نمیره. حتما به شما افتخار میکنیم. حتما تو ذهنا تو کل دنیا ثبت شدید شما.